نشانه بانو یکی از فرزندان حافظ بهترین تاجیکستان شادروان رستم قاسم بودند و امروز نشانه از رستم هستند. بیایند روی صحنه ما تا با بهترین لحن زیبا و تاجیکانه صوت و ترانه داشته باشند. مرحبا. تشکر زیاد. شما محمد جون توی مبارک باشد. خیلی سال شوید. گلکاری کنم خانه بوده وارو دره فریاد کنم یارکی هر دم سفره یاران یاران اکار بکارم نگیرنه بودی نی هر باخ نمه فاره مره یارکی خندانه یه آفتی دورانه یه زلزله گردانه یه خوش لبودن دانه یه یاری غزل خانه یه آتشی سوزانه یه اهلی خراسانه یه عاشقی سرسانه یه یاره در سر کتفی چپوش جامعی مشکی زفر در سر کتفی چپوش جامعی مشکی زفر آمده بر پیش ما از رهی دوری سفر آمده بر پیش ما از رهی دوری سفر یارکی خندانه یه آفتی دورانه یه زلزله گردانه یه خوش لبودن دانه یه یاری غزل خانه یه آتشی